نوار قلب. بفرمایید. قفسه سینت درد میکنه دخترم؟ گاهی که روی سینه میخوابم آره. چند سالته عزیزم؟ تازه رفتم تو 17 سال. ماشاءالله. بسیار عالی. این آزمایش رو انجام بدید، نتیجه‌شو برام بیارید. چشم. آقای دکتر، یه آقای اینجا منتظرتونن، میگن با شما کار دارن، به نام احمد رسولی. میگن از هندوستان اومدن. احمد. احمد عاشق زبون لفا. بیا تو بغلم. قربونت برم. تو کجا؟ اینجا کجا؟ خیلی دلم برای تنگ شده بود. باورم نمیشه دارم میبینمت. ما اینیم دیگه پروفسور. ای جان بیا تو. خب بگو ببینم چه کارا میکنی؟ یه چند وقتیه که صبح توی بیمارستان تو بمبئی کار میکنم، بعد از ظهر میرم مطب بخونم. پس کاسب شدی ها؟ تو چی کار میکنی؟ من بعد از فوت مادرم هفته 2 روز میرم درمونگاه تو روستا، بقیه‌اش هم اینجا. خدا رحمتش کنه. سونیا خوبه؟ خیلی خوب. زبون همو یاد گرفتیم؟ همون موقع هم که زبان هم دیگه بلد نبودیم حرفای همو میفهمیدیم. آره با ایما و اشاره دیگه. یه ایمیل داشتی تو موبایل، اونو چک نمی‌کنی؟ نه بابا اون که لاک شده. چه بد. چیزی فرستادی؟ راستش چی؟ یه نامه برات آوردم. نامه؟ تو عصر اینترنت؟ از کی؟ علی ای عزیزترینم. دلم نمیخواست ولی اومدم ببرمت بمبئی. اگه میتونی خودتو برسون، دارم نفس نمیکشم اما پامو پس نمیکشم، من از تو دست نمیکشم. دستمو بگیر که دارم میمیرم، دستاتو میخوام بگیرم، دارم میافتم بگیرم، من دارم از دست میرم. دلم بند تسبیح توست، همه ذکر دنیا به تسبیح توست. یادت باشه نگاهمو دوست داشتی، آخرین اشتباهمو دوست داشتی.
علی؟ بله استاد. حالا لطفاً تو برامون از دریچه قلب بگو. بله استاد. قلب 4 دریچه داره که با باز و بسته شدن این 4 دریچه خون بین 4 حفره قلب سرازیر میشه. هر دریچه وظیفه کنترل جریان خون رو داره و باعث ایجاد جریانی توسط خون به حفره بعدی میشه. زمانی که دریچه یا دریچه های قلب دچار عارضه میشن، توانایی کارکرد اونها کم میشه. عالیه. قلب مسئولیت ایجاد جریان خون در حدود 64 کیلومتر رگ‌های خونی رو به عهده داره تا از این طریق ارگان‌ها و بافت‌های بدن تغذیه بشن. هر نوع آسیب به قلب یا دریچه‌های اون باعث کاهش قدرت پمپاژ قلب، افزایش فشار و عملکرد اون برای تأمین نیازهای بدن میشه. بیماری‌های قلبی از اولین علل مرگ و میر در سطح دنیاست. بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت، طی 10 سال آینده بیماری‌های قلبی به طور قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. ببخشید استاد. خب کریشما، این روزا چقدر غیبت میکنی؟ متاسفانه اگه بخوای همینطوری ادامه بدی بازم از این واحد میافتی. بله استاد. برو اونجا کنار علی بشین، اون ممکنه کمکت کنه. بله استاد. آره سعی کن تا جایی که ممکنه تمام جزوهاشو بگیری. بله. خب ما داشتیم در رابطه با قلب و دریچه‌های اون صحبت میکردیم. قلب یکی از مهمترین اعضای بدن ماست و عملکرد صحیح اون برای زنده موندن بسیار بسیار مهمه. پس خوب به یاد داشته باشید و مطمئن باشید که همه چیز در رابطه با قلب و اهمیت عملکرد اونه. میگم عقل کل، این مبحث دریچه قلب چجوری میره تو مخ تو؟ من 1000 بار خوندم ولی بازم نفهمیدم. جان تو واسه اینکه گشاد شده دریچه مخت. علی مطمئنی جای دیگه مشکل نداره؟ باز معاینت کنم پسر. بگو هنوز دکتر نشدم. علی بله. اینا روزا و ساعتهایی بوده که من سر کلاس نیومدم. خب کی هم دیگر ببینیم؟ هر وقت تو بگی. میگم فردا صبح چطوره؟ خوبه. خیلی خوب. متشکرم. میبینمت. خداحافظ. میری سر کار؟ ها؟ میری سر کار؟ کجایی؟ دیگه میری سر کار؟ رفتی خونه نون میگه از اون گنجندیاش. موسیو سب کن موسیو بی زحمت ما پیاده میشیم. چیزی شده؟ پنچر کردم. زاپاس داریم؟ آره اما بلد نیستم. ای بابا دخترها چی بلدن؟ اینه باش. هرچی ماشین مدلش میره بالا زپاسش میره. نه تموم شد. چیه؟ هیچی. ممنون. خواهش میکنم. میخوای کمک کنم؟ هرچی کردیم بس. بیا اینم بگیر. خیلی سنگینه. قربون دستت. من قربون دستت. خدا نکنه. بذار برسونمت. نه بابا پیاده میرم. نه من میرسونمت. نمیخوام زحمت بکشی. نه من باید برسونمت. بیا. مطمئنی؟ آره تا جایی که بری میرسونمت. هرچی شما بفهمید. خیلی بهت زحمت دادم. ای بابا ما مال گروه زحمت کشن. هم جزوه قرار شد بهم بدی هم پنچری ماشینمو گرفتی. ممنون. قربون شما.
اونجا کلبه خرابه ماست، آپارتمانم. چه خوب. ممنون از اینکه منو رسوندی. ممنون که کمکم کردی. خواهش میشه. شرمنده شدم. ای وای، دست پامو گم کردم. کپی تمام جزوه ها رو فردا تو کلاس میدم بهتون. ممنون. خداحافظ. 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 از این ور باید برم؟ آره، صاف برو. دست راست. باشه. حس آزم خنجری. آره باشه زنگ میزنم. احمد تو اونجا چیکار میکنی؟ رفتی خونه دختره؟ چیکار؟ بی پای ببینم. چیزی نیست بابا، بازم گیر دادی ها. مگه تو نرفتی نون بخری؟ نون گرفتم اومدم اسرونه، دعوتم کردن بالا. نونت کو؟ احمد سلام. سلام، حال شما؟ اوفر چاکر. تو شعور نداری یا؟ به خدا تنها نیستیم، مامانش هم اینجاست. مامانش هم اینجاست، تو ببینی. حمید جی یه توکبه لطفا. نمسته، روزتون بخیر. کوئی کاکے جائیے. موجی جانانه. بیا بالا، میگه بیا یه لقمه غذا بزن. کارت بخوره به اون شکمه. بابا دیرم شد. های ریکشا. یارم به من خندیده. ببخشید، بفرمایید. یارم به من خندیده. هی دکتر، انگار کپکت خروس میخونه. بخون که داره خوب میخونه. چرا نخونم؟ تازه فهمیدم کجای زندگیم. فهمیدم عشق چیه؟ فهمیدم زندگی چیه؟ دکتر عاشق، بپا چپه نشی. بیخیال رئیس. بالاخره باید بتونم همینجوری باش ارتباط برقرار کنم. از زبونی گرفته تا دلت کتک میخواد. آره بابا تو بیارزه. زندگی همش اینا نیست، کارهای دیگه هم باید بکنی. کم کم یاد میگیری. عرضه یعنی این که تو همش خونه دختره باشی، صبح و ظهر و عصر و شب و نصف شب و کوفت. ببینم نکنه که من نیستم دختره رو میاری اینجا. چی میشه؟ چی میشه؟ واسه چی نیارمش؟ واسه چی بیارش اینجا؟ خب من راضی، اون راضی، یه قبل تو کی ناراضی؟ چون راستاشی دلت کتک میخواد مرد کردنگ. و من امیدوارم بعد از فارغ التحصیل شدن شما جوانها کمک کنید به انسانیت. آیه بسیار زیبایی در قرآن مقدس وجود داره که می‌فرماید اگر یک نفر را نجات دهید گویی همه را نجات دادید. شما باید جان انسانها را حفظ کنید. این چیزیه که حرفه پزشکی میگه. هر جا که هستیم اگه بتونیم به بشریت خدمت کنیم دیگه بحث دین و مذهب نیست که امروز راجع به اون صحبت کردیم. و من مطمئن هستم زمانی که شما تحصیلاتتون رو به پایان رسوندین و به کشورها، شهرها و روستاهای خودتون برگشتین، چیزی که انجام خواهید داد سلامت مردمه. تو برو دیگه. دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردم؟ باید برم سر کار. سر کار. خیلی خوب، برو سر کار. جان برو. حواست کجاست؟ حواسم هم اینجاست. برو واسه صبحونه نون بخر. نه ببینم رفته خونه مردم تور انداختی. شاید این دفعه اونا اومدن خونه من. آدم نمیشی تو، نه؟ چیکار کنه؟ علی یه خورده عجله کن، هنوز میزا رو نچیدی. عجله کن. الان تموم میکنم رئیس. بجنب. من میخوامت سونیا، من میخوامت، من دیوونتم. अरे वाह, तुम्हारी बोलने का अंदाज कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह. क्या लग रहे हो यार? من الکی پلکی نمیگم میمیرم براتا. अच्छा बाबा, खाना तैयार है, खाने के लिए आओगे? خیلی دنیا دیگه مثل تو مگه چند تا داره؟ بذار جمله هندی برات پیدا کنم از این تو. عشق من. احمد پیچه. I love you so much. با یه ماچ. احمد
جونم عزیزم. علی من تنهام، رفیق خلوچلم رفته پی نخودسیا. میایی بالا پیش من؟ अरे पापा अपने पीछे देखो उधर देखो میگه آق دایید اینجاست. تو کجا بودی مثل جن ناظر شدی؟ سونیا بای 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 بای، میبینمت. حواست کجاست؟ 2 کلمه زبونشو یاد بگی ضد حال. 1 کلمه انگلیسی هم بلد نیست. تو چرا بهش فارسی یاد نمیدی؟ دارم هندی یاد میگیرم. خالی بندی که نی؟ نه بابا. او ریتا سب کن ببخشید. حالا حالت چطوره؟ الان 2 هفته است که کاریشما نمیاد دانشکده سر کلاس. شما میدونید چرا؟ کاریشما تو بیمارستانه. بیمارستان؟ راستش اون خودکشی کرده. خودکشی کرده؟ چرا؟ خوشبختانه دکترها تونستن نجاتش بدن. ببخشید خانم. بله؟ خانم کمار کدوم قسمت هستن؟ یه لحظه. اتاق 44 از اون طرف. دکتر راجندرا لطفاً به بخش اورژانس. دکتر راجندرا لطفاً هرچی سریعتر به بخش اورژانس. خدا رو شکر زنده بود. خیلی شانس بود. من دیگه باید برم. یه لحظه دیگه نباید نگران چیزی باشی دخترم. همه چی درست میشه. دختر گلم، تو برای خودتون ما درد سر درست کردی. بیا. با اینکه تحصیل کردی ولی دیوونه عزیزم. بیا. میشه راحتش بذاری؟ من دارم میرم. دخترم امروز چیزی خوردی؟ ببخشید میخوام یه خوراکی برای دخترم بگیرم. کافتریا اونجاست. زود برمیگردم. سلام. اجازه هست؟ من نمیخوام مزاحمت بشم. من جزوه ها رو واسهتون کپی کردم. امیدوارم هر چیزی زودتر خوب بشین و کلاس رو از دست ندین کاریشما. اگه چیز دیگه بود که بتونم براتون انجام بدم بهم بگین. راستی من برات یک کتاب شعر آوردم از حافظ، یکی از عاشق ترین شاعرای کشور ماست. من هر وقت دلم میگیره میخونمش. معجزه میکنه. بخونی میکشدت. تو حالت خوبه؟ خوبم. میدونی بعضی وقتا خیلی سخته که تو زندگیت لبخند بزنی. گاندی میگه زندگی همینه، همه رنگاش جور نیست و همه سازاش هم کوک نیست. ما باید یاد بگیریم با هر سازش خودمونو کوک کنیم. میگه حواست باشه به کوتاهی زندگی، به این روزایی که دیگه بر نمیگرده، فرصتهاییه که مثل باد میان و میرن. فراموش نکن بهترین چیزا زمانی اتفاق میفته که انتظارش نداری. अहमद क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? نمیفهمم چی میگی. मुझे अंग्रेजी सीखनी है ताकि मैं तुम्हारे साथ बात कर सकूं. بذار من از این توی جمله عاشقانه هندی پیدا کنم بهت بگم. مجر فون هابی مجر تو حراجی از حراجی میخرم واسه. हवेली सच? अरे? शुक्रिया अल्लाह, तुम बहुत अच्छे हो. گارسون. گارسون جد آبادته. چیه؟ اومدم بهش بگم واسه گردن بند میخرم. فکر کنم بهش گفتم واسه قصر میخرم. خب بخر، دوتا بخر، ایرادی نداره. हम अपने बच्चों को हवेली में परवरिश देंगे. हर एक को एक एक कमरे देंगे. एक नौकरानी भी रखोगी मेरे लिए? چی میگه؟ میگه که دوستش داری. آره.
बहुत अच्छे हो मैं मर जाऊंगी तुम्हारे लिए मैं तुम्हें चुमा सकती हूँ چی میگه؟ میگه که میخواد مطمئن بشه میتونه روت حساب کنه. آره میتونه. تحویل بگیر. نه جون مادرت. چیکار کنیم حالا؟ یه تاکسی بگیر بریم، دیر شد. با ریکشا بریم. ریکشا چیه؟ یه تاکسی بگیر، من پولشو میدم. پولش مهم نیست، مگه نمیخوای سریعتر بریم؟ من با ریکشا نمیام. باشه من با ریکشا میرم. تو با تاکسی بگیر. باشه. علی سلام. سلام. صبح بخیر. صبح بخیر. چطوری؟ خوبم. داری میری دانشگاه؟ آره. چرا نمیای من برسونمت؟ مطمئنی؟ آره. خب ببین این ماشین آدم هاست نمال تو میفهمی؟ سوار شدی. باشه تو با اولاغ برو زودتر میرسی. ریکشای ما اینه در قفله. میبینمت این ماشین 2 نفر است رفیق. 2 نفری که نیست جا هست ولی تو برو به کارت برس. بای میبینمت. ای خوش شانس. برو هندی یاد بگی قربتی. هر روز قلب شما حدود 100,000 مرتبه میتپه و حدود 2000 گالن خون در تمام بدن توزیع میشه. قلب سالم در بدن سالم مانند عقل سالم است. قلب هر انسان مثل یک پمپه، یه پمپ عضلانی قوی که وظیفه داره خونو به تمام نقاط بدن برسونه. این عمل به صورت چرخشی الو. سلام. بله. معذرت میخوام مزاحم شدم. من صاحب تلفنی هستم که الان تو دست شماست. اونو امروز گمش کردم. علی من کاریشما هستم. اوه کاریشما، حالا چطوره؟ تو ماشینم جا گذاشتیم. فکر کردم امروز گمش کردم. نه میخوای برات بیارمش؟ نه اشکالی نداره، میتونم فردا ازت بگیرم. نه احتمال داره منتظر یه تماس تلفنی مهم باشی. بذار برات بیارمش. نمیخوام تو زحمت بیفتی. نه چه زحمتی. آقا بقیه پوله. مال خودت. وای خدا لعنتت کنه پسر. ببین چه گندی زده به خونه. چه دهاتی بیشعوره. زوره بنشون وقت ندارم. خدا کنه حال حالم کنید. اومد. دارم میام. اومدم و باز اومدم. کیه؟ سلام. زیاد دیر که نکردم. نه باعث زحمتتون شدم. نه مسئله نیست. بفرمایید تو لطفا. مطمئنی؟ بله مطمئنم، بفرمایید. باشه خیلی خوب. خیلی زحمتتون دادم. نه مسئله نیست. قربون دستون. بفرمایید اونجا بشین. ایزه بدین براتون یه چیزی درست کنم. مهمون داشتی؟ راستش نه، اینجا همیشه همینجوریه. شما قهوه میخواین یا چای؟ چای لطفا. چای بله آماده است. متشکرم. بله چه رنگی. اون چیه؟
این چای شهرزاده 10 دقیقه طول میکشه دم بکشه. آره الان دم کشیده به نظرم. این چایی رو مادرم میفرسته. ممنون. ضمناً هر چند وقت یه بار زعفرون و پسته و نون محلی میفرسته اونی. چقدر خوب. خب آخه من واقعا شرمندم. نه اصلا من که کاری نکردم. شما به موبایل احتیاج داری. از کجا به من تلفن کردی؟ از جایی که کار میکنم زنگ زدم. من تو رستوران کار میکنم بعد از ظهر، برای اینکه مجبورم اجاره خونه و شهریه خودم رو بپردازم. بقیه‌شم میفرستم ایران برای خرجی مادرم. پس هم کار میکنین هم درس میخونین؟ بله درسته. چه خوبه. پدرتون چی کار میکنه؟ اون فوت کرده. اون موقع مادرم 8 ماه باردار بود. متاسفم. چه میشه کردی؟ باید با مادرتون خیلی صمیمی باشی. اون برای من همه کس بود. پدر مادر هر دو. راستش من هرچی دارم از دعای مادرم. عاشقشم. الو؟ تو کجایی پسر؟ مرد حسابی من کجا؟ 2 ساعت منو کاشتی اینجا. من اومدم خونه. خونه؟ آره اونم چه خونه ای؟ گن زدی به خونه. زهر مار منو کشوندی اینجا، خودت رفتی خونه؟ حالا بیا واسه تعریف میکنم. چیو تعریف کنی؟ یه ریکشا بگی بیا کرایش با من. تو سرت بخوره پول ریکشا. احمق بیشور. توصیه میشه برای افرادی که در مراحل وخیم بیماری قلبی هستن از روش پیوند سلولهای بنیادی به عنوان یک روش تکمیلی استفاده کنید. کاریشما از سلولهای بنیادی برامون بگو. کاریشما با شما میتونی از سلولهای بنیادی برامون بگی؟ من بگم استاد؟ نه کاریشما برامون بگه، خودش میگه. خب سلولهای سلولهای بنیادی سلولهایی هستند که قابلیت تبدیل شدن به انواع مختلف سلولهای انسانی رو دارن و از طریق این سلولها میتوان بافت‌های مختلف بدن را تولید کرد. منابع اصلی این سلولها مغز استخوان است و سلولهای بنیادی مثل قلب انسان است که عاشق می شوند و عشق می تواند جانشین همه سلولهای بنیادی شود. عشق کلیدی است که دهلیزهای قلب را می گشاید و از طریق عشق است که می توان به حقیقت رسید. عشق زائیده تنهایی است و تنهایی نیز زائیده عشق است و خلاصه به نظر من تمام دستاوردهای پزشکی عشق. बह गए सारे तेरी लहरों में ओ तू जो मिला होने लगी ऐसी आहटें तू जो मिला होने लगा दिल
बेकरारी तूने है निखारी तू जाने ना करना है राजी ये सौदेबाजी मेरा बाजी है तू जो मिला तूने लगी ऐसी आहटें तू जो मिला आने लगा दिल राहते کشت مرددم یعنی چی؟ درست گفتم؟ آره چه جورم. خیلی خوب. معنیش چی میشه؟ معنیش یعنی من خیلی گشنمه. آره آره. من از این رستوران خوشم میاد. گاهی با خانواده‌ام میایم اینجا. آره غذاش خوشمزه است. کاریشما آه خدای من. تو اینجا چی کار میکنی؟ راجع به دانشکده صحبت میکنیم. معرفی نمیکنی؟ همکلاسی من علی. ارادت. به نظر نمیاد هندی باشی. من ایرانی هستم. شما تو کشورتون دانشگاه ندارین که میان اینجا؟ چرا داریم؟ تنجا به منه. دوست ندارم تو رو اینجا ببینه. فهمیدی؟ داره میاد که سلام کاریشما، اینجایی؟ حالت چطوره؟ سلام خوبم. این آقای محترم کسی هستن که تو درس رو بهش کمک. سلام، تا اینجا هستم. از دیدنتون خوشحالم. منم خوشحالم. ما میریم همین رستوران بغلی. میتونیم همینجا بشینیم. نه عزیزم باید بریم اونجا. باشه. خونه میبینمت. خیلی خوب. خوش بگذره. خداحافظ. اینا کی بودن؟ برادرم و نامزدش. سلام. کجا بودی دختر؟ بیرون بودم. تا این موقع شب تنها بیرون چی کار میکردی؟ تنها نبودم، با دوستم بودم. هیچ خوب نیست که دور و بر غریبه ها باشی، درسته؟ اون غریبه نیست، همکلاسی منه. تو نامزد داری؟ من نامزد ندارم. دست وردار کاریشما، چند بار باید راجع به این صحبت کنی؟ من نمیتونم با سراج ازدواج کنم. کاریشما تو باید به فکر شؤونات خانواده باشی. ما متحد هستیم، ما با اونا ارتباط کاری داریم. پدر اگه نمیخواستی باهاش ازدواج کنی چرا نامزد کردی؟ من نامزدی رو به هم زدم و حلقه اونو پس دادم. اون چی؟ اون قبول کرد؟ اهمیتی نداره. گوش کن، تو یه بار به ما بی احترامی کردی، اجازه نمیدم دوباره تکرارش کنی. مادر میشه لطفاً ولش کنی؟ از این به بعد اون پسر ایرانیه رو فراموش میکنی. اخطار میکنم. با من مثل بچه‌ها صحبت نکن داداش. کارای تو زندگی منو تحت تاثیر قرار داده. همش تقصیر خودته. اگه تو با سوراج ازدواج نکنی اون نمیذاره من با خواهرش ازدواج کنم. همین که گفتم. من نمیخوام راجبش صحبت کنم. شب بخیر. دارم با حرف میزنم. من حرفی با میگم دارم با حرف میزنم. راجا آروم باش لطفا. آروم دیوونه است. زرد باش. راحتش بذار لطفاً ولش کن. انجام بریم. سوراج لطفاً این کباب رو امتحان کن. متشکرم. تو منو یاد پدر خدا بیامرزت میندازی. خیلی وقت پیشا من و پدرت فراز و نشیبای زیادی داشتی و معاملات نسبتا خوبی با هم کردیم. اون همیشه به ما میگفت شما بهترین دوست اون بودید. آره یادته؟ درسته. بله درسته. ما برای یه مدت طولانی با هم همکاری کردیم. زمانهایی بود که اگه پدرتون نبود خدا میدونه من الان کجای زندگی بودم. آره اون میگفت از لحاظ مالی خیلی جاها به شما کمک کرده. مادرتون خدا رحمتش کنه دوست خیلی خوب من بود. روحش شد. اون آرزو داشت عروسی ما رو ببینه. بله. خب عروسی ما باید در تابستان باشه. من موافقم. چرا که نه؟ خب هر دو عروسی با هم خواهد بود تو هتل من.
نه بهتره بگم هتل همسر آیندم کاریشما. منظورم اینه که میخوام گرونترین هتل بمبئی رو به همسرم هدیه بدم. خودت چی میگی کاریشما؟ برای ماه عسل کجا میخوای بریم؟ فکر کنم غذا داره سرد میشه. بهتره غذامونو بخوریم. تو قلب منی کاریشما. برای همینی که همیشه با منی. من قلبمو با دنیا عوض نمی کنم. علی، دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست. من این دوست داشتنو بیشتر از هر چیزی دوست دارم. کاریشما، ما آدم ها رو کره خاکی زندگی نمی کنیم، بلکه سرزمین واقعی ما قلب کساییه که بهشون علاقه داریم. علی، تو در لحظه های زندگی من جاری هستی. دوستت دارم. عزیز دل مادر چطوره؟ خوبم. خیلی خوبه که تو رو خوشحال میبینم. نمیخوای بگی دلیلش چیه؟ یه حس خوب، یه حس دیگه. نمیخوام بمیرم. خوشحالم اینو میشنوم. زنده باشی. خب چی شده؟ بهم بگو. فکر کنم عاشق شدم. همون پسره نیست که راجا تو اونو تو رستوران دیده بود؟ چطوری حد زدی؟ من مادر هستم و یه مادر به چشمای دخترش که نگاه میکنه همه چی رو میفهمه. دربارش بهم بگو. اون همکلاسی منه. علی آدم خیلی فوق‌العاده‌ایه. خیلی دله. هر موقع که با مادرش تلفنی صحبت میکنه من احساس احترام زیادی بهش میکنم. پس باید پسر خوبی باشه. همینطوره. میخوای ببینیش؟ البته. این علی منه. وای خیلی خوش قیافه است. ببینم اونم خاطر تو رو میخواد؟ آره دوستم داره. خیلی خوشحالم که میبینم دخترم اینقدر عاشقه. مادر جون، من وقتی تو رو در کنارم دارم درست همه چی سر جاشه. تو همیشه منو در کنارت داری. عاشقت. خیلی دوست دارم. دوست دارم. زنده باشی. خیلی دوست دارم. پزشکی تو کلاس نیست، تو بیمارستانه. همه چیز باید تحت کنترل باشه. به مریضا باید توجه بشه. پارتی بازی نباید باشه. بله استاد. پارتی بازی بی پارتی بازی. استاد لطفاً اول اونو ببینید. کدوم یکی؟ اون یکی. اون خیلی خوب. بعضش وخیمه، همش دل میزنه. خب نبضشو بگیرید، یه نوار قلب هم ازش. نوار قلب کاریشما. لوله اکسیژن رو صاف کنید لطفاً. فشارشو چک کنید. سرمش هم قطع کنید. بله. خدا نکشتت. چطور مگه؟ مردم از خنده. همش خدا میکردم استاد نبینه. ای خیال بابا، حالا دیدم دی. حالا چطوری؟ امروز حالم خیلی خوبه. وایسا. چیه؟ یه دقیقه صبر کن. سلام کاریشما. اینجا چی کار داری؟ من برنامه کاری تو میدونم. سه شنبه دانشگاه نمیری و میای بیمارستان. امروز اومدم ببینمت. من قبلا حرفمو بهت زدم. اینقدر سخت نگیر. آقای سوراج، ما دوتا آدم متفاوتیم، از دو دنیای متفاوت. ما دوتا به درد هم نمیخوریم. تو رگای من خون عشق توه. چطور احساس خوشبختی میکنی وقتی کسی رو دوست داری که اون دوستت نداره؟ داشتن تو بزرگترین آرزوی من. هیچ میدونی چرا شب جشن عید تو بیمارستان بودم؟ برادرت گفت از پله پرت شده بودی پایین. نه، برای اینکه با تو ازدواج نکنم
تصمیم گرفتم خودمو بکشم. ببخشید. هر جا که بری دوباره برمیگردی، مثل نامه‌ای که هر دوبارش آدرس خودم. حیف که عاشقتم. علی بیا بالا. بیارو فوقالی. چی رو میخوای توضیح بدید؟ ما نمیتونیم زیر حرفمون بزنیم. سورج اجازه بده برات توضیح بدم لطفا. چی رو میخوای توضیح بدید؟ این که منو گول زدید؟ خواهرمو، پدرمو. تو به پدر من قول دادی، پدر من کمکت کرد. حالا تو داری میگی کاریشما نمیتونه با تو ازدواج کنه؟ چطور؟ شما چطور میتونین زیر حرفتون بزنید؟ لطفا یه قدری صبر داشته باش. من بهت قول دادم که اوضاع خوب میشه، فقط یکم فرصت. لعنتی برادر خودتو کنترل کن. تو شنید چی گفت؟ کاریشما نمیتونه با تو ازدواج کنه. من میدونم اون لیاقتشو نداره. من کلی به اون احترام گذاشتم. همه چیز من متعلق به کاریشماست. من میخوام یک زندگی شاهانه بهش هدیه بدم. خدا میدونه که من چه مشکل بزرگی دارم علی. میدونی مادرم همیشه میگه هیچ وقت به خدا نگو مشکل دارم، به مشکل بگو من خدای بزرگی دارم. میدونی همه چی سخت شده. حس میکنم هیچ کس منو درک نمیکنه. راستش نمیدونم چی کار کنم. ببینم چرا پدرت بدون مشورت با تو تصمیم به یه همچین کاری گرفت؟ به خاطر اینکه اون یه گیر کاری بزرگ داره. اون فکر میکنه تنها راه حلش ازدواج من با سوراج باشه. اون وقت خودتو به خاطر این موضوع میخواستی بکشی؟ اون وقت تو رو نداشتم، عاشقت نبودم. میدونی کاریشما، عشق چیز با ارزشیه. تو باید به من قول بدی که با من یا بدون من اصلا نباید درباره مرگ حرفی بزنی. ببین زندگی یه هدیه است، این یادت نره. انگار داره سردت میشه. بیا برو تو بغل گرم زندگی. بزن بریم. عاشقتم. چی شده؟ هیچی. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ آخه چشات زیباترین حرمت زمینه. دیگه؟ دوست دارم همین الان درسته قورتت بدم. همیشه باهات میمونم. برم که دارم کلافه میشم. چه تشبیه عاشقانه‌ای. شب بخیر. شب بخیر. چیه؟ علی جون؟ معنی واقعی این چیه؟ کشته مردتم جیگر. چی؟ راستشو بگو. کشته مردتم میشه خیلی دوست دارم. آره دوست آره. کشته مردتم دوست دارم. کشته مردتم گشنمه. آره راه داری، خیلی معنی داره. جدی؟ آره خیلی خوب. نمیری دختر. شب بخیر. شب شیک. مسخره است. زندگی من شده یه زندگی بیریش و اساس. سخت نگیر، به زودی درست میشه. صبر داشته باش. این فاجعه است که غرور توسط کسی شکسته بشه. آره سخته، مخصوصا کسی که دوستش داری.
چرا به خواهرم نگفتی؟ اون پسر ایرانی که تو رستوران دیدین دوست پسر کاریشماست. واسه اینه که نمیدونستم. کاریشما گفت فقط هم دانشگاهیشه. قبل از اینکه دیر بشه خودم باید دست به کار بشم. سر در نمیارم. آخه چی فکر میکنه؟ شما چرا اینقدر عصبانی هستی؟ برای اینکه مردم نظر منو میپرسن ولی اونا نمیخوام به حرفایی که میزنم گوش بدن. آخه مگه ما میتونیم دخترمون رو مجبور کنیم چه کسی رو دوست داشته باشه؟ خب آره این درست نیست ولی داره میاد. فعلا چیزی نگو لطفا. سلام. سلام دخترم. سلام. چی شده؟ چی شده؟ کاریشما به نظر من تو واقعا دختر بسیار خودخواهی هستی. تو فقط به خودت فکر میکنی. پس مادرت چی؟ پس من چی؟ ما هر چی خواستی در اختیارت گذاشتیم. حالا اینطوری داری جوابمونو میدی؟ فکر کردی مردم چی میگن؟ خانواده اون چی؟ راجب چی دارین حرف میزنی؟ ببین من به پدر سوراج قول دادم که تو با پسرش ازدواج کنی. پدر من فقط به احترام شما قبول کردم. من نمیتونم باهاش ازدواج کنم. دوستش ندارم. چرا نمیخوای؟ تو دخالت نکن. تو با سوراج نامزد کردی همینو بس. پدر من فقط با اون نامزد کردم اونم به احترام شما. دیگه نمیتونم ادامه بدم. چی؟ گوش کن کاریشما به حرفم گوش کن. سوراج برای تو بهترینه. تو خودت نمیدونی. سوراج به تو همه چیز بخوای میده چون دوستت داره. چند دفعه اینو بهت گفتم ها؟ چیزایی که سوراج میگه درست نیست. سوراج فقط خودشو دوست داره همینطور پولاش. اون تازه اومده خونه خیلی هم خسته است. میشه تنهاش بذاری خواهش میکنم. دکتر ببین میز شماره 2 چی میخواد؟ باشه ریز. برو برس. یخته عجله کنیم بچه ها. میزار مرتب کنیم. بدو بجا. بله آقا. تو اینجا گارسون هستی؟ بله آقا. کفشامو تمیز کن. 1000 روپیه بهت میدم. میتونی با آستینا تمیز کنی. اون وقت 10,000 روپیه بهت میدم. تکون بخور یالا. چقدر میخوای برای کاریشما؟ چقدر میخوای که کاریشما رو فراموش کنی؟ 1,000,000 روپیه؟ دامنی جون بگو. یه چیزی بگو. حرف بزن. یه چیزی بگو. 5 میلیون میدم. میدونی 5 میلیون چقدره؟ باشه به 10 میلیون میدم. بگو چقدر پول احتیاج داری که کاریشما رو برای همیشه فراموش کنی. 20 میلیون میدم. پیشنهاد خوبیه. من آمدم سفارشتون رو بگیرم. بگیرش. هیچ وقت عشق و گدایی نکن. معمولا چیزی با ارزش به گدا داده نمیشه. تو پسر بی ارزشی هستی. هرچند برای من خیلی گرون تموم شدی. کاریشما مال منه. شما مثل قرص جوشیدنی میمونی. وقتی تو یه لیوان آب میندازیم طوری کف میکنه که سر میره. اگه صبر کنیم میبینیم از نصف لیوانم کمتره. میدونی وقتی با حرف میزنم حالم بد میشه. میدونم. این روزا خیلی چیزا از کنترل من خارجه ولی این یکی رو کنترل میکنم. من همیشه سرم درد میکنه برای دردسر. من بدون شک کاریشما رو به دست میارم. چیزی رو که نمیتونی به دست بیاری فراموشش کن. حالیته جمع کن بساطتو. صورت حساب.
داشتن یه اجنبی تنها مرهمیه که میتونه آروم کنه، اما سخته. زیاد سخت نگیر، یکم حوصله کن. اگه کاریشما سر سوزنی منو میخواست، زمین و زمان رو براش به هم میریختم. محض رضای خدا، منو خواهرتو قاطی این موضوع نکن. اگه کاریشما با من ازدواج نکنه، تو هم با تانجا ازدواج نمی‌کنی. تمام ثروتی هم که به تانجا میرسه در بس به شوهر آیندهش خواهد رسید. چرا؟ من از اون آدمایی نیستم که شکست بخورم. شاخ شمشده ببین. ما دیگه رفتیم. آخه چشم هم بزنی 3 ماه تموم شده و ما زود برمیگردیم. ایشالله. شماراتو واسه من حتما بفرستی ها. آره میفرستم. خوبی؟ آره بهتره. خوب؟ چطور مگه؟ هیچی نیست؟ نه بابا چی میگی؟ هر چی خواستی بهم بگو دیگه. باشه دایی جون، دلم واسه خلچلیا تنگ میشه. دل منم واسه تو خیلی تنگ میشه. آره تو میری. نمیای پایین؟ نه دیگه سونیا هست. برو واسهش قصد بخر. چه عجب. آره الکی خوش. ببخشید. سونیا، تو که زبان منو نمیفهمی، ولی من میفهمم چی میگی. بهت قول میدم خیلی زود برگردم. मुझे भी बहुत याद आओगे अहमद। काश ये हॉलिडे ना होते तो हम एक दूसरे से दूर ना होते। मत जाओ ना अहमद, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। فقط بهت بگم من عاشقت کرتم. میمیرم واسه. بله درسته، حق با شماست. کوتاهی از من بود، جدی میگم، باور کنین. این روزا به قدری مسائل جور با جور ناراحتم کرده که نگو، ولی جبران بکنم، باور کنید. قربان شما. حالا چطوره پسر؟ سلام. ببخشید پدر، شما رو خیلی چیز زود کوتاه میایید. شما به قول خودتون عمل نکردید. بعضی چیزا انقدر باور نکردنیه که نمیشه توضیح داد. خب این کار جالبی نیست. شما قولتون رو شکستین. چی؟ بله. تو راجع به عهد و پیمان چیزی به من نگو. تو یه نفر راجع به عهد و پیمان چیزی به من نگو. من هرگز زیر قولم نمیزنم. اگه دوستم الان زنده بود بدون شک با من موافق بود. اونم خوشبختی کاریشما رو میخواست. اون وقت تو داری به من میگی زیر قولم زدم. تو راجع به قول چی میدونی؟ تانجا دیگه با من حرف نمیزنه پدر. تانجا با تو حرف نمیزنه یعنی چی؟ یعنی این که زندگی کاریشما رو قربانی کنم چون تانجا با تو حرف نمیزنه؟ فقط به همین میتونی فکر کنی؟ تو تمام مدت فقط به خودت و تانجا فکر میکنی. به همین سادگی؟ آره به همین سادگی. نه خیر. میبینی ما در زندگی من براش مهم نیست. بالاخره همه چی درست میشه. فعلا آروم بگیر. خانم ببخشید. بله؟ در باز بود. ایشون اومدن تو، میخوان شما رو ببینن. ببخشید مادر، من زیاد وقت شما رو نمیگیرم. سلام آقای کمار. من علی هستم، همون پسر ایرونی که عاشق دختر شما شده. مطمئنم که اسم منو شنفتین. میدونین چرا من اینجام؟ آقای کمار، من نمیتونم بدون دختر شما زندگی کنم. دختر شما تمام زندگی منه. من به خاطر وجود کاریشما حاضرم هر کاری بکنم. به خدای بزرگی که من و شما رو خلق کرده قسم میخورم کاریشما از هر چیزی تو این دنیا برای من با ارزش تره. من جون خودم رو فدای کاریشما میکنم. من هرگز باعث رنجش دختر شما نمیشم. من هرگز اجازه نمیدم کاریشما قصه بخوره. آقای کمال خواهش میکنم به من گوش بدید. من هیچ وقت نمیذارم اون تنها بمونه. تو شادی و غماش یار و شریکش هستم. من اینجا هستم برای عشقم. میخوام اجازه شما رو بگیرم آقای کمال. اجازه بدید با عشق کاریشما زندگی کنم و با عشق کاریشما بمیرم. برای من زندگی یعنی کاریشما و کاریشما یعنی زندگی.
تو بچه میخوای؟ آره. چند تا؟ بذار بگم چند تا. من فقط یه پسر میخوام. آره یه پسر. تو دختر دوست نداری؟ نه. چرا؟ شوخی میکنم، یه دونم دختر. باید اسم پسرمونو بذاریم راهول. باشه. و اسم دخترمونم میذاریم رویا. رویا. اسم قشنگی. هر دوشونو دوست دارم، راهول و رویا. آره خوشگل. من یه چیزی برات دارم. خیلی خیلی خاصه. این مال تاج محله. بگیرش. چی هست؟ چه چیز خوشگلی. خوبه؟ تسبیح تاج محل. تاج محل آره، شنفتم اونجا سمبل عشقه. درسته؟ آره. های عشق بسیزی. عشق ناب. آره عشق ناب. یه عشق شاعرانه، درست مثل غزله حافظ. آره والا عشقت نه سرسریز کذب. باشو علی. 16 روی 9. 16 روی 9 مشکوک میزنه. بهتر نیست یه نوار قلب بگیریم؟ نوار قلب واسه چی؟ چون هم فشارش بالاست، هم ضربانش نامنظمه، هم شکمش ورم کرده، بنده خدا سرگیجم داره. اینا میتونه مربوط به دریچه قلب باشه. تو از قلب چی میدونی؟ یه ملین تجویز کنیم بره همین. بله. ممنون. بفرمایید. هر شب بعد از شام میل کنین با یه لیوان آب. خوب میشه. به سلامت. هیچ مسئله ای نیست. ممنون دکتر. من میرم تو بخش، زود میام. هیچ مریضی رو ویزیت نکنین تا من برگردم. باشه دکتر، به خودمون میرسیم. دیدی چی گفت؟ گفت من هیچی از قلب نمیدونم. دیدی؟ آره. وای قلب. چه شد؟ دراز بکش. باشه. بیا خاموشش کن. درد داری؟ درد دارم. آره همینجا رو چک کن. آره شدیده. دادم برس دکتر. میبینی؟ رگای قلبت بسته شده. آره تو درد سر افتادی. آره عزیز، تو رفتی توش بیرون نمیای. چه خوب. میدونی چی میگه تو اونجا جا خوش کردی. میگه بیرون اومدنت متوسل شدم به تسبیح عشق. ای عشق دلم بند تسبیح تو اصلا کردم. آره پسر گلی باش. چی؟ پسر گلی باش. باشه. خیلی شد. بله. कहते हैं देखो ख्वाब यहाँ पर होंगे वो पूरे पंख लगाकर आया जो भी जाना पाया वापस कभी इसकी जमीन इसकी हवा दिल की हुई कहते हैं देखो ख्वाब यहाँ पर होंगे वो पूरे पंख लगाकर आया जो भी जाना पाया वापस कभी इसकी जमीन इसकी हवा दिल की हुई हाँ सलाम मुंबई सलाम मुंबई सलाम 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 मुंबई हाँ सलाम मुंबई सलाम मुंबई सलाम 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 मुंबई सलाम
سلام 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 मुंबई हाँ सलाम मुंबई सलाम मुंबई सलाम 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 मुंबई करना मुमकिन तेरी मर्जी है मिली जुली सब कुछ अच्छी कम ना पड़ी और तेरे मेरे तेरे रग में बसी सलाम मुंबई सलाम मुंबई सलाम 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 मुंबई सलाम मुंबई सलाम मुंबई सलाम 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 मुंबई सलाम मुंबई सलाम मुंबई सलाम 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 मुंबई सलाम मुंबई सलाम मुंबई सलाम 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 मुंबई بله علی جان دورت بگردم مادر، چطوری؟ خوب هستی پسرم؟ آره مادر فدات شم، چه خبر؟ همه چی رو به راهه؟ مشکلی نداری مادر؟ نه چه مشکلی مادر؟ یه سورپرایز بزرگ واسه دارم مادرم. میخوام یه عروس هندی خوشگل واسه بیارم. الهی مادر زنده بمونه عروسی تو رو ببینه پسرم. واسه ما پول نفرست مادر، خودت بهش نیاز داری. مراقب خودت باش، نمازت یادت نره پسرم. چشم مادر. خداحافظ. خداحافظ مادر. مادرم بود. حد زدم. من یه چیز استثنایی واسه دارم. چی؟ از ایران آوردمش. همیشه کنار خودم نگرش میدارم. روسری مادرمه. میدمش به تو. با ارزشه. ممنونم. خوشت میاد؟ آره خیلی زیاد. نه الان پس میفتم. آمبولانس خبر کن. نگاش کن. داری چیه بلایی سر من میاری؟ خب دیگه بره. علی. بله حالا نرو. باشه. وای خدا جون عاشقتم. خب برو. آب و هوای تو به دلم میشینه. دوست دارم. من بیشتر. فردا صبح میبینمت. باشه. میریم ما هم صبحونه میخوریم. شازده خانم چی میل دارم براشون درست کنم؟ میریم کافتریا؟ باشه. مطمئنی؟ آره. صبح میبینمت. میبینمت. شب بخیر. شب بخیر. خوب بخوابی. چه خواب؟ کدوم خواب لامرفت؟ اتفاقی افتاده؟ از سر میز بلند شدی یا غذا نخوردی؟ من گرسنم نیست. همه چی درست میشه. قول میدم همه چی درست بشه. من اینجام. میتونم. خوشحال باش. مراقب زندگیت باش. خوشحالی تو خوشحالی منه. میدونم پدر. متشکرم. خواهش میکنم. بریم تو. ماهو دیدی؟ آره مثل تو زیباست.
تو علی رو ندیدی؟ نه ندیدم. علی رو ندیدی؟ نه. مگه خونش نیست؟ نه خونه نبود ریتو. نگرانشم. چالمی؟ بله استاد. ریتیش؟ بله استاد. چامیشال؟ حاضر. علی؟ علی محمدی؟ غایب استاد. ببخشید آقا. بله خانم، امرتون چیه؟ بله اما علی اینجاست آقا. علی؟ منظورتون دکتره؟ بله. باش چی کار دارین خانم؟ من کاریشما هستم. کاریشما؟ آره همش راجبت حرف میزنه. اون هنوز نیومده. اون امروز نیومده دانشکده. حتی تو خونش هم نبود. من خیلی نگرانشم. اون پسر بی‌نظمی نیست، خیلی مرتبه. اگه بخواد نیاد همیشه خبر میده. آخه موبایلش هم خاموشه. باید یه جایی گیر کرده باشه. ممنونم خیلی ممنونم. نگران نباش. اومد بهش میگم زنگ بزنی. ممنون. به سلامت. طبیعش همه رو گرفته. سلام کاریشما، من هستم علی. متاسفانه مادرم فوت کرده و من مجبور شدم شبانه راهی ایران بشم. من نتونستم پرواز مستقیم به تهران بگیرم، برای همین اومدم دبی. وقتی رسیدم تهران بهت زنگ میزنم. من پیام تو از دبی گرفتم. از شنیدن خبر فوت مادرت خیلی متاسف شدم. خواهش میکنم به محض اینکه رسیدی بهم زنگ بزن و مراقب خودت باش. دوست دارم. علی، در تمام لحظات زندگی من وجود داری. تو همه جا هستی، در نوشته‌هام، در خیالم، در دنیام. تنها جایی که باید باشی و ندارم کنارمه. زندگی بی تو سخته، اما تحمل میکنم. با تو بودن منو شاد میکنه و بی تو بودن اشکمو در میاره. نمیدونم این روزها از دلتنگی عاشق ترم یا از عاشقی دلتنگ تر. من اینجا چشمامو به راه برگشتن دوختم. انقدر منتظرت میمونم تا چشمم مژده اومدن تو به قلبم بده. کاریشما تو چرا اینقدر ناراحتی دختر؟ مطمئنم که ازش با خبر میشه. چی میگه؟ الان 4 هفته شده ریتو. لابد اونا رسم و رسوم و آیین خاصی دارن. یعنی چی؟ چه رسم و رسومی؟ ما چیزی درباره یه فرهنگ اونا نمیدونیم. شاید یه سری رسوم خاصیه که وقتی کسیشون میمیره داشته باشن. اینقدر وقت نداری که یه تلفن به من بزنه؟ آخه چی میتونه بگه؟ تنها چیزی که من میدونم اینه که نه یه بار بهم زنگ زده نه یه پیام فرستاده. اون دوست ایرانی که داشتی رفته استرالیا. هیچ شماره هم ازش ندارم. علی عزیزم، این روزها که نیستی خیلی خستم. هر وقت به تو فکر میکنم صدات قلبمو به تپش میندازه. نبودنهایی هست که هیچ بودنی جبرانشونو نمیکنه. هیچ چیزی جای تو رو نمیگیره. وقتی تو نیستی طوری به تو فکر میکنم که مغزم داغ میشه. کاش بودی وقتی بغض میکردم. تو تمام هستی من، تمام کس و کار منی. آدمایی که هرگز تکرار نمیشن تو اونجوری هستی. دوست داشتن تو و عشق تو یک موهبته. موهبت زندگی من اینه. من هر چی خواستم شده. منطق سوراج میگه فقط من و من، گور پدر دنیا. کاری که گفتم باید بشه. مولا درزش نره. همین. سلام داماد آینده سلام. من. خب چه خبر؟
کاریشما فکر میکنه مادر پسر مرده و پسر رفته ایران. چه فکر خوبی. میدونی چیه؟ من میتونم کاری بکنم که این آقای دکتر شناسنامش برای همیشه باطل بشه. اما این کارو نمیکنم. میدم از دانشگاه با تیپا بندازنش بیرون بره لادست مامان جانش. بزن قدش. الو. سلام آقا، من کاریشما هستم. خبری از علی داری؟ ممنون، متشکرم. بدون تو چطوری دووم بیارم؟ بگو بدون تو چجوری زندگی کنم؟ بگو چجوری میتونم طاقت بیارم؟ هرگز کسی رو مثل تو دوست نداشتم. نمیدونی چقدر دلتنگم. دارم از قصه میمیرم. دلتنگی تو خیلی سخته. تنهایی داره خفم میکنه. طاقتم تموم. دخترم امشبم که لب به غذا نزدی. سیرم. من متوجه شدم که تو هر روز داری پیام میدی. چرا اینقدر به هم ریخته ای؟ اتفاقی افتاده گلم؟ چیزی نیست. ببین من مادرتم. تو میتونی همه چی رو به من بگی. چه اتفاقی افتاده؟ مادر علی فوت شده. اوه خدای من، چه خبر بدی. خودش چطوره؟ نمیدونم. اون ایرانه. چه بد. نگران نباش، برمیگرده. مامان اون جواب تلفن و پیامای منو نداده. کلی براش ایمیل زدم، هیچ جوابی به هیچ کدوم نمیده. شاید دسترسی به تلفن نداشته. قصه نخور، دیر زود برمیگرده. میترسم اتفاقی براش افتاده باشه. میدونی ایرانی‌ها تا 40 روز عزاداری میکنن، بعد از اون بهت زنگ میزنه. الان بیشتر از 40 روز میشه. دختر گلم، فکرهای بد نکن، خواهش میکنم. گریه نکن. जहाँ ये मेरा खोया खोया दिल बेसब्र मेरा रूंधा रूंधा सा जहाँ ये मेरा खोया खोया दिल बेसब्र मेरा तेरी झलके भीगी ये पलकें कहती है मुझसे रेजा रेजा मेरा साया जाने तू है कहाँ। रेजा रेजा मेरा साया जाने तू ही है मेरा। कोसों की दूरी है थामे पूछूं है हवा क्या है तू खफा ले जा तू उड़ा मेरी ये सजा रेजा रेजा।
اسمش چی بود؟ علی محمدی. شماره تماس ایرانشو میخواید؟ بله، میتونم داشته باشم؟ بله. الو، با کی دارم حرف میزنم؟ صداتون نمیاد، بلندتر حرف بزنی. الو، شنیدی؟ من نمیفهمم چی میگی خانوم. بفرمایید. میشه با علی صحبت کنم؟ علی من چی شده؟ بله علی. پسرم حالش خوبه؟ مهناز بیا ببین خانم چی میگه. فکر کنم از علی خبری داری. الو، علی کجاست؟ بیا دیگه مادر، گمونم از خارج هست. مشکل چیه؟ کی بود؟ مادر علی هم خبر نداره. چطور ممکنه؟ اون کجاست؟ تو برو. برم بگم چای بیارم. کی کجاست؟ خودت میدونی. اون کجاست؟ اگه اولش به فکر آخرش نباشی، آخرش به فکر اولش میفتی. درسته؟ میدونم زیر سر توه. نمیتونم تصورشو بکنم که فاصله بین من و تو اینقدر زیاد باشه که بی خیال من بشی. میدونم که کار توه، آزادش کن. دوست دارم. باور کن از اعماق قلبم تو رو دوست تو دارم. لیاقت دوست داشتن نداری. برای دوست داشتن خیلی حقیری. اینو ببین، این حلقه نامزدیته. هرگز درش نمیارم چون دوستت دارم. وقتی که تو یه نفر رو دوست داری از دستش نمیدی. کریشما دوستت دارم. اگه علی رو آزاد نکنی به پلیس خبر میدم. نه، تو پیش پلیس نمیری. اگه بری پیش پلیس اون پسرای ایرانی فنا میشه. همکلاسیت میمیره. میخوای به پلیس زنگ بزنی؟ زنگ بزن. آره، برو بزن. برو دیگه. پس کار تو بوده. آره. پدر و برادرت درگیر هستن. متاسفانه نمیذارن بکشنش. پدرت گفت ما قاتل نیستیم، خون کسی نباید ریخته بشه. خیلی خوب، گفتم نگهش میداریم و در موقع مقرر آزادش میکنیم، ولی بهش یه آمپول میزنم. نمیدونید چه اتفاقی با اون آمپول میفته. بعد از اون تزریق هیچ کسو نمیشناسه. هیچ کسو. تو هم ببینه بیاد نمیاد. روانی. آره روانی. یک روانی عاشق. این روانی شوهر آیندته. تو دو تا انتخاب داری. یا ساکت میمونی و اون پسرای ایرانی گدا زنده میمونه و میره وطنش، یا اینکه میری پیش پلیس و برادر و پدرت هر دو میرن زندان. فکر کنم 25 سال براشون میبرد. اینا رو جلوی پلیس بگو. کارشما اگه بری پیش پلیس بر ارواح پدر مادرم قسم میخورم که اون پسرای بدبخت ایرانی رو سر بریز کنم. من اونو میکشم. پدر چه اتفاقی؟ گفتم تو جلسه هستیم. خیلی خوب، مسئله نیست. چی شده؟ من باید باهاتون صحبت کنم. ببخشید آقایون، ببخشید، یک لحظه. تو حالت خوبه؟ این چه کاری بود؟ چه کاری؟ چطور این کارو با علی کردین؟ کاریشما ما تو جلسه هستیم. این درست نیست. لطفاً آخه چی شده؟ ساکت. کجا زندانیش کردین؟ برای چی؟ کیو زندانی کردن؟ شما میدونین کجاست؟ شما میدونین کی؟ کجا زندانیش کردین؟ من از کجا بدونم؟ موضوع چیه؟ پدر، من اونو دوست دارم. من فقط
فقط به اون وابستم. دخترم به من بگو موضوع چیه عزیزم؟ من اصلا خبر ندارم. خوشحالی من شده؟ خیلی آدم خوبیه. آزادش کنین بذاریم بره. چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ من اصلا نمیدونم تو داری چی میگی. شما دقیقاً تو میدونی چی میگه؟ راجع به چی صحبت میکنم؟ تو احمق میدونی میشه بعداً راجع به این موضوع صحبت کنی؟ لطفاً تو برو. حرف بزنی. برو. اون تنها فرزند مادرشه. تو موضوع رو میدونی. برو بیرون بعداً بیام. باشه بابا من رفتم. اون عصای دست مادرشه. لطفاً دخترم آروم بگیر. مادرش خیلی بهش وابسته است. اون تو این دنیا هیچ کس غیر از مادرش نداره. آخه چطور این کارو باهاش کردین؟ چطور دلتون اومد به تنها دخترتون ظلم کنین؟ هنوز نفهمیدم منظورت چیه. واضح بگو چه اتفاقی افتاده. قول میدم فراموشش کنم. قول میدم دیگه دوستش نداشته باشم. فقط آزادش کنیم بذاریم بره دنبال زندگیش. خیلی هیچ گناهی نداره. اون فقط عاشقه. آروم تو از این قضیه چی میدونی؟ اگه تو قاطی این ماجرا باشی، اگه تو و سوراج تو این بازی باشین، بهت بگم هر دوتون پشیمون میشین. اگه اتفاقی برای دخترم یا علی بیفته بهت قول میدم روزگارتون رو سیاه کنم. تو قاطی این ماجرایی؟ نه پدر. برو بیرون گم شو. مادر خوبه؟ میتونه خوب باشه. چرا اون دوست تلفن خونه رو جواب نمیده؟ اصلا معلومه اونجا چه خبره؟ شماره مرد نظر در حال حاضر خاموش است. لطفاً بعدا تماس بگیرید. هی ریتا حالت چطوره؟ سلام، من خوبم. تو کجا بودی؟ چرا یهو گم و گور شدی پسر؟ یه جریان وحشتناک برام اتفاق ترم افتاد. تابستون تموم شده. همه بچه‌هام رفتن. آره میدونم. امروز هم نمره ها رو میدن. به هر حال کاریشما تو کاریشما رو ندیدی؟ الان یه ماهه که ندیدمش. سر هیچ کدوم از امتحاناش هم نیومد. منم نتونستم باهاش تماس بگیرم. جون مادرت بیا راستش بهم بگو اتفاقی براش افتاده؟ اون اوایل خیلی دنبالت گشت بیچاره. دائم به موبایلت زنگ میزد ولی موبایلت خاموش بود. هیچ کس هم تو خونت نبود. اون به مادرت تو ایران هم زنگ زد. میفهم. با آدرس ایمیلت کلی پیغام فرستاد اما نه جواب دادی نه پیامی فرستادی، تا اینکه بالاخره یه روز یهو غیبش زد. همین. منظور چیه یهو غیبش زد؟ چه میدونم. بله. سلام، میشه بگین کاریشما بیاد دم در؟ نه کاریشما اینجا نیست. اون کجاست؟ من نمیدونم آقا. هیچ معلومه این آقای دکترین چند وقته کجا بودن؟ کجایی؟ گفتنش یکم پیچیده است رئیس. یه ماجرای وحشتناک برام اتفاق افتاده بود. اون خانم جوان داشت از قصه میمرد، از بس چشم برای تو بود. اولا میومد اینجا هر روزم به من زنگ میزد. معرفتم خوب چیزیه، برو هر جوری هست پیداش کن و از دلش در بیار. گناه داره دکتر. کریشمای عزیزم، نمیتونی تصور کنی که پیامای تو چقدر باعث قوت قلب من میشد. قبلا تو دنبال من میگشتی، الان من دنبال تو میگردم.
من میدونم که پشت این ماجراها سوراج و برادر تو احتمالاً پدرت قرار دارن. من میخواستم برم پیش پلیس، اما چون پای پدر و برادرت در میونه راستش این کارو نکردم. آره عشق خدایی من، اونا میتونن جونمو بگیرن ولی عشقمو هرگز. آهای مادر آهای یه دقیقه بیاین دم در. یه توکما بی زحمت بیاین اینجا. جون بچه‌تون بیار. من میخوام کاریشما رو ببینم، دلم براش خیلی تنگ شده. کاریشما اینجا نیست. همه میگن کاریشما اینجا نیست، پس اون کجاست؟ کاریشما از هند رفته. وایسین، منظورتون چیه از هند رفته؟ اون رفته آمریکا. صبر کنین مادر، محض رضای خدا لطفاً حقیقت رو به هم بگین. کی برمیگرده هند؟ من نمیدونم کی برمیگرده، شاید یه ساله، شاید بیشتر، ولی خواهش میکنم از اینجا برید. اگه راجا تو رو ببینه برات دردسر میشه. لطفاً برو دیگه، هم اینجا بر نگرد، خواهش میکنم. سلام، من میخوام آقای کما رو ببینم. اسم سرکار؟ بگید علی هم دانشگاهی کاریشما. یه لحظه تشریف داشته باشید. آقای کمار مایل نیستن شما رو ببینم. بازم این پسره پیدا شد. خودتو کنترل کن. باشه. میتونم با شما صحبت کنم آقا؟ فقط یه لحظه. چی میخوای؟ کاریشما با سوراج ازدواج کرده و رفته آمریکا. نه تو دروغ میگی. لطفا. اون که نمیخواست با سوراج ازدواج کنه، فقط این کارو کرد که زندگی تو رو. اون که سوراج رو دوست نداشت. آقای کما لطفا یه دقیقه بکشش پایین لطفا. کاریشما به هم میگفت شما هرگز تو زندگیتون دروغ نگفتید. به هم بگین که این حرف دروغه. ببین مرد جوون، اگه میدونستی که راه راست کدومه میرفتی دنبالش. برو به راه راست. راه بیفت راجا. گوش کن پسر، اگه خواستی یه وقت بیا تا فیلم عروسیشونو بهت نشون بدم. به جام راجا، زود راه بیفت. بله. علی جان. جانم مادر. حالت خوبه پسرم؟ یکم نگرانتم. آره دورت بگردم خوبم. دیشب خوابتو دیدم، سیاه پوشیده بودی مادر. تو بیابون سرگردون بودی، مدام ناله میکردی، منو صدا میکردی.
مشکلی داری مادر؟ نه مادر چه مشکلی دارم آروم شو. برای 500 تا صلوات نزد ام البرکت بزن. انشالله درس تموم شه، هر چیزی زودتر برگرده خونه مادر. کاریشما صدای منو میشنوی؟ مطمئنم که تو اونجایی. برادرت داره منو بازی میده. من تمام ایمیلاتو خوندم. تو رو خدا نامرافت بیا بیرون. آخه تو زن منی. علی بچه ایرونی، یادت میاد یه بار بهت گفتم کاریشما لقمه دهن تو نیست؟ اون متعلق به یه نفر دیگه است. بهت گفتم نگفتم؟ لحظ کنی بزارینش ششون داره. اشنبی عشق از سرت فرید. برو برس به مادرت. علی ای عزیزترینم، این نامه را از تخت بیمارستان برات می نویسم در حالی که آخرین روزهای عمرم سپری می کنم. من سرطان دارم علی عزیزم. میدونم که برادرم و سراج چه بلاهایی سرتو بردن. اونا میخواستن تو رو بکشن. شرط نکشتن تو این بود که من تو رو فراموش کنم و دیگه ملاقاتت نکنم. من شرط اونا رو قبول کردم چون جون تو برام از هر چیز دیگه مهمتر بود، از هر چی که فکر کنی. علی عزیزم، بعد از ماجرای تو متوجه شدم بار دارم و برای اینکه فرزندمون رو به سلامت به دنیا بیارم رفتم دهلی منزل خالم. اونجا دخترمون رو به دنیا آوردم. من اسم دخترمون رو رویا گذاشتم. من هرگز با سراج ازدواج نکردم. من درباره وضعیت خودم چندین بار برات نوشتم و با ایمیل برات فرستادم ولی جوابی دریافت نکردم. من دوستت احمد و اخیراً در بیمارستان بمبئی دیدم و این نامه رو بهش دادم به این امید که تو رو پیدا کنه. تو این لحظات آخر عمرم تنها آرزوی من دیدن توه. من همیشه دلم برات تنگ میشه. تو نمیدونی که تمام این لحظه های بدون تو رو با یاد تو گذروندم. فقط با یاد تو. همیشه در خاطر منی. من با یاد روزهایی که کنار هم بودیم، سالهایی رو که بی تو گذشت زنده موندم. کاریشما जागी बेचैनी में
रोशनी सी आती दिखी शीशे टूटे उलझन सी बढ़ी बेहोशी को छींटे लगी झांकने को मंजर उठे तेरा मेरा किस्सा पूछे कैसे तूने हिस्से गुमे है बाकी जाना धीरे मेरी आफत मेरी आफत मेरी आफत मेरी आफत मेरी आफत आसमां पंछी में गिरा पंखों की मेरी तू ही थी हवा लम्हा तू मिला सुन सिया चाहूं मुझे तू हो जाए अता है बाकी मेरी आफत मेरी आफत मेरी आफत بابا علی جونم دخترم شما بیشتر مامانو دوست داشتین یا مامان شما رو؟ نمیدونم ولی یه وقتایی که به مادرت کاریشما نگاه میکردم انگاری ظلم میزدم به چشای خدا. من خیلی خوشحالم همه اینقدر عاشق مامانی. عاشق تو حاصل یه قصه پرغصه عاشقانه که دقیقاً شکل کاریشما میخنده. رویای کاریشما، رویای من. بله بابا. بخند تا دنیا به من بخنده و همه قصه هام یادم.